دادگاه شهر خوجند رستم میرزایف ساکن 45 ساله شهر بوستان مرکز ناحیه مهشا را با اتهام طرفداری و تبلیغ عقیده های سازمان تروریستی در تاجیکستان ممنوع داعش به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. دادگاه میرزایف رستم عوض بیکوویچ سال تولدش 1979 را بر اساس علاوه یکم ماده 179 به مساعدت به فعالیت‌های تروریستی و جلب دیگران به چنین فعالیت‌ها گناهکار شناخت. خود رستم میرزایف و نزدیکانش برای شرح این حکم دسترس نیستند، ولی اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارشی که شام 8 آگوست نشر شد خبر داد که رستم میرزایف در زمان در مواجهت کاری در روسیه قرار داشتنش به عقیده‌های داعش گراییده عقیده‌های این سازمان ممنوع تروریستی را در صحیفه خود در اینترنت نه فقط طرفداری بلکه در بین دیگران پنهان کرده است. چنین به نظر می رسد که رستم میرزایف الکی برای کدام گناه دیگری در محبس ادای حکم می کرده است، چون که قاضی پرونده هنگام اعلان حکمش گفت او را به اساس علاوه یکم ماده 179 به 6 سال و 6 ماه زندان محکوم می کنند و با علاوه حکم دادگاه ناحیه مشچا از ماه اپریل سال 2023 جزای نهایی او 7 سال را تشکیل می دهد. معلوم نیست که رستم میرزایف قبلا با چه جرم محکوم به زندان شده بود. در سالهای اوج فعالیت داعش که در سالهای 2013-2014 قسمت بزرگی از قلمرو عراق و سوریه را اشغال و در این سرزمین‌های اشغال کردهش اعلان به نام خلافت کرده بود، 2000 نفر از شهروندان تاجیک نیز به دام فریب مبلغان این سازمان تروریستی افتاده به خاور میانه رفتند. برخی از این شهروندان تاجیکستان آنقدر به افسانه‌های خلافت داده شده بودند که خانه‌خیز همراه زن و فرزندان خود به آن منطقه جنگ زده هجرت کردند. در سالهای 2017-2018 داعش اکثر اون قلمروهای زیر نظارتش را از دست داد و بسیاری از جنگجویان در جنگ‌ها کشته شده و قسمی به اسارت افتادند و قسم دیگری در سراسر دنیا پراکنده شدند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 آگوست سال 2024 در نشست خبری این وزارت گفت در سالهای آخر 1589 شهروندان تاجیکستان که عضو سازمان‌های ممنوع بودند و یا به دام فریب سازمان‌های تروریستی افتاده به کشورهای جنگ زده رفته بودند به وطن برگردانده شدند. عبدالرحمن علمشاهزاده گفت از جمله در نیمه اول سال جاری 7 عائله شهروندان تاجیکستان عبارت از 29 نفر از کشورهای جنگ زده و دیگر کشورهای خارجی به وطن برگردانده شدند.